این از بالا تا پایینش شما یه اندازه ولی با اون ولی شما با قیچی معمولی میشه بخواید کارو بکنید خیلی باید کنترل تو کار زیاد. البته ما برشکار درجه 1 داریم که تفاوت کارش با این فرق نمیکنه. ولی کسی که میخواد با سرعت بالا کار بکنه یه تعداد زیادی کار سریع در بیاره. روزی 2000 تا برش داره. خب میخواد چیز بکنه بالاخره خطا رو داره. مخصوصا توی پارچه‌ای مثل تریکو. حالا پارچه‌ای مساجی خب یه ثبات بهتری داره. وای میسه رو هم. ولی پارچه‌ای تریکو نه، شما میخواید کارو چیز بکنید حفظ داره زیر یه چیزی در میاد بالا یه چیزی یا مثلا چرتایی که میخواید زیاد میشه چرتایی که شما میخواید بزنید نگاه کن الان این چرتا تا پایین شما چرتا دارید قیچی میخوای بزنید اینو میخوای بگیری این میخوای هول بدید یه چیزی که در میاد این بالای نه ثابت تیپ حرکت داره بقیه‌اش دستیه یه چرت می‌بینید اینجا با خودش یه مکانه داره پارچه رو نگه می‌داره که بازیش نخوره ریتم اولیز به هم نخوره و اون میره اون میره شما این باید همینجور تیکه تیکه میبری جلو آره تیپ ثابت همه چی با دست خود افتاده خب شما الان نگاه کن این یکمیه این سیومیه شما ورد این دوتا رو مقایسه بکنی جفتش یکی ولی اینو شما با قیچی